است که پیغمبر میگفت ما دروغ میدانستیم. این همون روز است که داعیه ها و علماء ها میگفتیم ما شوخی میفهمیدیم. همون روز است. ملائکه های پر از دهشت، ملائکه های بیرحمی که خدا آفریده است، آن روز با سیاست، با قواق گرانده، با هیبت جواب میگویند به این منکر قیامت: هذا یوم الفصل الذی کنتم به تکذبون. این است همان روز قیامت، این است همان روز جدا شدنی بین کافر و مؤمن، این است همان روز جدا شدنی بین روزخور و روزدار که دنیا تو دروغ میدانستی. این است همان روز. احشر الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا یعبدون. هر گروه، هر انسان با گروه خودش جمع کنید. فرمان از پروردگار می شود. به نمازها رو با همراهی به نمازها، روزخورها رو با همراهی روزخورها، یهودی ها رو با یهودی ها، مسیحی ها رو با مسیحی ها. اهل توحید، اهل مسجد با مسجدی ها. مسجد منکنار همراه رهبراشون، روی خطگیران همراهی مسئولاشون حشر کن. وقفوهم انهم مسئولون. اینها رو زود به دوزخ نبرید، اینها رو نگاه دارید. الان از اینها پرسیده می شود، باید جواب دهند. باید اینها جواب دهند برای چه مسجد آمدن؟ برای نماز خواندن یا برای روی خط گرفتن؟ برای چی آمدن؟ اینا باید جواب دهند. وقفوهم انهم مسئولون. چگونه شما روی خط میگیرید؟ به شرم ها شما را هم روی خط گرفته ایستادیاند. ما لکم لا تناصرون. امروز شما را رهبراتان نمیتوانند یاردم کنند. امروز سپارش دهنده ها شما را نمیتوانند از عذاب خدا، از عذاب دوزخ نجات دهند. ما لکم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. که آرو رهبراتان خاموشند، آرو رهبراتان مظلومند، رهبراتان مهر زده شدند. وقفوهم انهم مسئولون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. عمومی باشد و فراگیر باشد، همگیر باشد. این نوع بیماری ها رو وبا میگن، طاعون میگن. من امروز با اسمشون مختلف میشه. امروز با اسم کرونا ویروس برام داور. از 7 سال پیش در اروپا با اسم انفلونزا اسپانی میگفتن، گریپ اسپانی. الان هم قریب 50 میلیون آدم مرده بود 100 سال پیش. همه اینها خلاصه در اصطلاح شریعت با اسم وبا ذکر می شود. از حکم این بیماری ها پرسیدم، حضرت در جواب گفتن به من که ای عایشه، این بیماری های عاموی این یک نوع عذاب است از طرف پروردگار بر هر قومی که خدا بخواهد اون عذاب می فرستد. البته وقتی که عذاب شد، عذاب در مقابل چی می شود؟ در مقابل معصیت و جنایت و نافرمانی می شود. وقتی که بنده ها از راه خدا که برآمدن، نافرمانی و مخالفت و معصیت با امر و نهی خدا که کردن، از حد گذشتن، به خدا برای تنبیه اونها، برای اونها را از خواب غفلت بیدار کردن، همین نوع بیماری رو میفرستن. همونطور بیماریه که مسیر این کپاش نمیزن با ما میگن، اکثرشان نمیگن که این سبب گناه ما و شما کرد، اینش میترسن سبب فسادی اخلاقی جامعه است، اینش نمیگن. درشان فهمه این خدا به حکمت نمیفرسته. خدا هیچگاه قوم عذاب نمیکنه وقتی که صالح باشن. این آیه صریح قرآن است. خلاصه کلام وقتی که عذاب کی باشد دیگه فهمید که عذاب در
عوض چی می بیاد؟ در عوض معصیت و گناه می بیاد. وقتی که بنده در روی زمین کنار مخالفت خدا کرد، واقعا در این 20 سال اخیر فقط یک خونریزی ها رو میگویم. شما یک تصور کنه، تصور شما یک پیش نظر بیارید کشورهای اسلامی را، غربی های مثلا مسیحی چی بلاها رو گرفتار نکردن. اگر کسی تلویزیون تماشا کنه از سال 2000 من 2020 ساله افغانستان روی آرامی رو ندیده، عراق روی آرامی رو ندیده، سوریه روی آرامی رو ندیده. میلیون ها میلیون انسان در همین کشورها در این 20 سال مسلمان ها مردن. شما حال مهاجرا گریزهایی که در بدر شدن، بازی در ترکیه 4 میلیون سوریگی های، اونایی که بیچاره آب خطی می رفتن، هزارها هزار مسلمان در آب غرق شد. اونایی که گذشتگی یه حال تباه کردن کشورها هستن. خلاصا این بلا رو در سر مسلمانی که آورد؟ اروپایی ها آوردن. خطایی ها باشه در خطای بدبخت نسبت اویغورها، نسبت مسلمان های خطای ببینید چی روسیه آوردن. حتی بی بی سی رو تماشا کردم، من خود بی بی سی خبر داد 5 میلیون جوان مرد مسلمان و زن و مرد مسلمان رو در یه لگیرها مخم کردگی هر روز مجبورشان عرقشان میدونن، گوشت خوکشان میدونن، گوشت های حرام بخشان میخوردگی نمیدونن، از نماز خواندن از اینو منع کردگی. خوب بالاخره طغیان انسان که از حد گذشت به خدا فرستادن بیماری را. حاضر حساب کنه 80% مرگ و میرهای این بیماری از جانب کافرای اروپا. خود من امریکا که سرورشون است، لشکری که کلانشون است، قریب 1.5 میلیون زیاد گذشت مردمش که مبتلای همین کسلای. قریب 26-27 هزار آدمش مرد. ولی آینده معلوم نیست با چی خیلی دیگه. اروپاش هم همین خیلی. اروپا 1.5 میلیون امروز زیادتر اگر رفت و بیماری همین وباد مبتلا شده باشه 80% اروپا و امریکا هستن. با خطای است و مثلا بعد دیگه کشورها. خلاص این عذاب خدا سری امناد آورد. البته وقتی عذاب الهی که آمد عذاب عام میشه. البلیه تو اذا نزلت عمد میگن عرب ها. بلا وقتی که نازل شد و خشکتر میسوزد. از این خاطر حضرت دوامش گفتن و ان الله جعله رحمتا للمؤمنین. اما این عذاب که بالای کافرات عذاب است، اگر رفت یگان مؤمن یگان مسلمان در این عذاب الهی، در این عذاب عاموی اگر رفت هلاک شود و انشاءالله درجه شهادت میبره. چرا که برای بنده مؤمن رحمت است. بنابراین حضرت زن کسی در بیماری طاعون وفات میکنه یا بیماری کرونا ویروس وفات میکنه مقام شهادت داره، درجه شهادت میبره. برای برای اونها عذاب است، برای اونها حسرت است، برای اونها خسارت است، اما برای بنده مؤمن رحمت و شهادت است. ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. حضرت بنده های مومن تعلیم دادن وقتی که همین نوع وباها در جامعه پیدا می شود، در کشور پیدا می شود، ما باید چی رفتار کنیم، چی عکس العمل نشان دهیم، چی معامله داشته باشیم. حضرت گفتن که در کدام شهری مسلمان نشینی اگر رفت و همین نوع بیماری ها پیدا شد، باید بنده مومن با صبر و احتساب در شهرش در خانهش بشینه، صبر کنه و احتسابش معنیش اینه طلب ثواب، امید ثواب از پروردگار بکند که در عوض این بلا، در عوض این امتحان خدا به من اجر میده، پاداش میده، ثواب میده. با یقینا این اعتقاد داشته باشد که اون چه خدا برای من نوشته باشد همون من میرسد. اگر مرگ من خدا با همین تقدیر کرده باشد راضی هستم، مقام شهادت میرم. نه که اگر رفت و قضای الهی به مرگ من نرفته باشد، نوشته نشده باشد، 100 کرونا ویروس هم که بیاد من انشاءالله نمیمیرم، زنده میمونم. باید هم تا عقیده داشته باشد. این خیال نکنه که این بیماری حتما من نمیکشد. نه، خدا نوشته باشد میکشد. خدا نوشتگی نباشد در دهان کرونا ویروس هم که در کامش هم که خلاصه نمیمیری. انا کسی که با همین اعتقاد در خانهش نشیند و صبر کند و طلب و امید ثواب کند، خدا هم براش اجر یک شهید میده. حتی زنده هم موند ثواب شهادت میبره. اون مردگیش که شهید میشه، مسلمان مردگی، مسلمانی که نمیرد و زنده موند ثواب شهادت اجر شهید میبرد.
بنابر خاطر همین حضرت عایشه مادرمان حتی حالا من کرانتینه که اروپایی ها امروز رعایت دارن، یگانه راه برای پیشگیری این بیماری نیاز کرانتین است. این خانه نشینی کشورها رو بستن، نه کسی از کشور خارج میشه و نه کسی از خارج کشور رو میداره. تمام دولت ها امروز بسته. 95% سمولیات در ایرپورت ها خوبه. این خسارت مالی اقتصادی که اونقدر زیاده، مردم رو زیادتره، لیکن جای دادسان گفتن ندارن، برای که نه تانک هاشون به کار میره، نه کشتی هاشون به کار میره، نه سمولیات و نه راکت و نه بمب هاشون، همه زمینگیر شده هستن. برای یک دشمنه که اون دشمن با چشم نمیبینم. البته این عالم همش لشکر خدا های و ما یعلم جنود ربک الا هو. این لشکری های خدا رو خدا خودش میدونه. حالا یه مخلوق ضعیفترین و کوچکترین خدا عذاب کرده است. اگر رفت تو یک سیاره رو فرستانه جانب زمین، یه جرم آسمانی رو فرستانه روی زمین، چی بشه حالی ساکنای زمین؟ بنابراین همش از لشکر خدا است. از این خاطر باید بنده مومن در این حالت ها حضرت خان چیکار کنه؟ گفتن وقتی که اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا علیه و اذا وقع بارض و انتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. این کرانتین اروپایی هایی که خوش متمدن میگن پیشرفته میگیرن در عصر 19 با یاد گرفتن. حضرت گفتن که وقتی همه خیلی بیماری های سرایت کننده در شهر شما پیدا شد، وقتی که در شهر شما پیدا شد گفتن از شهرتان بیرون نشوید. اما وقتی که از بیرون باشید و بفهمید که در فلان شهر همین خیلی بیماری پیدا شده است، در اون شهر وارد نشوید. من همین نظام کرانتین 1400 زیاده 1400 سال پیش پیغمبر خدا به ما گفتن، اروپایی ها 100 سال پیش یادش گرفتن یا 150 سال پیش با فهمیدن. این افتخار اسلام است. من امروز یگانه گویا که تدبیر، یگانه معالجه برای پیشگیری همین برای که کرونا ویروس حال همین شده. همه رو خانشین کردن، همون خانه نشستن، مثلا نه کسی خانه میاد نه تو بیرون رفته میده. حتی جمع آمدهای 2-3 نفر زیاد من کردن که در جا 2 نفر زیاد در انگلی حتی جمع شدنش ممکن نیست. چیزای من این جمع آمد ما اصلا ممکن نیست. وقتی که رژیم کرانتین در شهر اگر جاری شود اصلا ممکن نیست خیلی محفل نشستن. خلاصه کلام این هم افتخار اسلام است که این حالت پیغمبر خدا با ما تعلیم دادن که شما کرانتین رعایت کنید. اگر رفت تو کشور دم کرانتین جاری شود ما مسلمان ها باید او رو رعایت کنیم. این خلاف دین و خلاف دستورات اسلام نه. اگر رفت تو مسجد رفتن هم سبب همین بیماری رو انتشارش میشده باشد، سبب مرزیات شدن مرگ و میره ها میشده باشد، بله اشکالی نداره ترک نماز جماعت، ترک نماز جمعه. برای که حدیث های صحیح دمون میدونیم وقتی که باران سخت میشد در مدینه منوره خنک میشد، حضرت مؤذن امر میکردن میگفتن بگوی صلوا فی رحالکم، با آواز بلند اعلام کن مردم رو که نمازها رو در خانه خوانند. که باران آدم نمیکشت، باران فقط خمقی از زحمت تر و مثلا آب و گل شدن بود. وقتی که به خاطر باران حضرت امر کردن مؤذن که بگوید که مردم در خانه نماز خوانند، در این بیماری خطر جان است، خطر مرگ است. اگر رفت در جامعه ما مثل اروپا و مثل همه خیلی منتشر شود، بله وقتی که متخصص ها در مصلحت یعنی که باید مسجد ها تعطیل شود، جماعت جمعه ها ترک شود، تراویح ها ترک شود، مردم در خانه ها نماز خوانند، اشکال ندارد. برای که تمام کشورهای اسلامی ده همه علما ها این فتوا رو داده هستند. این مسجد الحرام با مسجد النبوی بینید اگر تلویزیون با دیگه جماعت های عمومی نیست، فقط همین چند نفر کارکنای مسجد، برای خاطر که مسجد بالکل ترک نماز نشود، ترک جماعت نشود، نماز جمعه و جماعت خوانده شدن دیگه خلق نیست. نه در مسجد الحرام های من خودم چند بار تماشا کردم جمعه هاشن، نه در مسجد النبوی های. مصر هم همین های، همه کشورهای اسلامی، حتی من افغانستان هم حال رمضان علماش فتوا برآوردن کم خیلی میشه، ازبکستان و قزاقستان هم همین قرار برآوردن. خلاصه اگر رفت و مادم شود جای مثلا خفه شدن نیست و اعتراض کردن نیست. این هم یا امتحان الهی است. خاناتون دیگه محل کنه همسراتون که ناختی دوتان پیش داره و اخوانیت کنه خانه میشه تسبیح گفتن شرم نیست. چهار کردی خانده یاد مکنیت پیش بگیری بکنه چهار کردی خانده اما تراویح خانه تا که در خانه تراویح نخانه